الگوریتمی که این جلسه میخوایم در موردش صحبت کنیم بهش میگن الگوریتم بهینه‌سازی مبتنی بر آموزش و یادگیری Teaching and Learning Based Optimization. به اختصار بهش میگن TLBO. خیلی خوب. یه الگوریتمی هستش که در سال 2012 توسط راو و همکاران معرفی شده است. از سیستم آموزش و یادگیری الگو برداری شده. خب ما اگر این فضای جستجومون باشه این بیانگر فضای جستجو باشه. خب اینم هدفمون باشه که دنبالش که نقطه بینی سراسری باشه. خب اینجا عامل‌های جستجو دانش آموزان. مثلا چون نمیدونیم نقطه بین کجاست، اول کار چیکار میکنیم؟ اینا رو تصادفی توی فضای جستجو پخش میکنیم. درست شد؟ خب الان بین اینا بهترین که ایناست. خب ببینید ما توی سیستم آموزش و یادگیری، در واقع توی سیستم آموزشی همیشه اونی که به عنوان استاد در نظر میگیره علمش از بقیه دانش آموزا بیشتره که بهش میگیم استاد دیگه. اون بحثای مدرک و اینا رو بذاریم کنار، اونی رو ما به عنوان استاد میشناسیمش که میگیم از لحاظ علمی نسبت به دانش آموزا وضعیت بهتری داره. درسته؟ حالا اینو بخوایم بریمش توی کانتکست اپتیمایزیشن، ما میگیم اون راه حلی که نسبت به بقیه به هدف نزدیک‌تر باشه. پس اینو بهش میگیم چی؟ معلم یا تیچر. درسته؟ بچه ها هدف از آموزش چیه؟ بچه های دانش آموزان میرن سر کلاس میشینن، معلمی که علمش بیشتره ازش چیکار کنن؟ یاد بگیرن. درسته؟ انگار این معلمی حکم الگو رو داره. این دانش آموز اگه میخواد سعی کنه بهتر بشه وضعیت علمیش، این باید حرکت کنه به سمت چی؟ معلم. اینطوری دائم این حرکت کنید تا برسه شبیه بشه. بقیه اعضای جمعیت هم همینطور. به این فاز میگن فاز تیچینگ یا آموزش. پس توی فاز تیچینگ یا آموزش معلم میاد سر کلاس، مفاهیم رو، درس رو به دانش آموزا یاد میده و معلم و دانش آموزا شبیه معلم میشن. انگار توی فضای سرچ اینی که معلمه که شایستگی نسبت به بقیه بیشتره، یعنی باید دانش آموزا یه تغییر موقعیت بدن تا بیان شبیه معلم بشن. یعنی هدفمون شبیه معلم شدن. اول کار نه. اونی که ببین ما که نمیدونیم هدف کجاست. خب مسئله یا کمینه سازی یا بیشینه سازی باشه. یک بیشینه سازی. اگر کمینه سازی باشه بین اعضای جمعیت دانش آموزان، اونی که افش از همه کمتره اونو میگیم معلم، چون بهتر از همه است دیگه. چون ما نمیدونیم نقطه بین کجاست، فعلا میگیم اون معلم. پس اینطوری احتمالش میدیم. میگیم ما در حرکت به سمت معلم ممکنه به اون هدف چیکار کنیم؟ برسیم. مثلا این داره حرکت میکنه به سمت معلم، دفعه بعد یه گام بعد داره بیفته اینجا. مرحله بعد دیگه اینه که معلمه. متوجه هستم شدی؟ اینطوری میریم جلو. خب پس توی سیستم آموزش اینطوریه که
دانش آموزی که از همه بهتره رو، یعنی شایستگیش از همه بیشتره، ما به این میگیم معلم یا تیچر. و بقیه دانش آموزا متأثر از معلم سعی میکنن موقعیتشون رو هی تغییر بدن در راستای رسیدن به معلم. این هم شایستگیشون میخواد بیشتر بشه، علمشون بیشتر بشه، یعنی شایستگیشون بیشتر بشه. و اینکه شبیه معلم باشه باید برن به سمت چی؟ معلم. ما به این فاز میگیم فاز معلم یا فاز آموزش یا فاز چی؟ تیچینگ فیز. اما یه وقتایی هم هست، الان مثلا ما داره با هم کلاسی هستیم. خب حالا اگه ما با هم دیگه هم کلاسی هستیم، مثلا من نگاه میکنم میبینم شما از لحاظ علمی از من بهتری، پس سعی میکنم بیام از شما یاد بگیرم. یعنی فاز یادگیری یا لرنینگ فازی که دانش آموزا از هم یاد میگیرن. درسته؟ خب اگه شما از لحاظ علمی از من بهتری، یعنی شایستگیتون بیشتره، من سعی میکنم از شما چیکار کنم؟ یاد بگیرم. اما اگه ببینم شما از لحاظ علمی از من بهتر نیستین، چیکار میکنم؟ از شما فاصله میگیرم. این میشه مصداق همون که میگن ادب از که آموختی از بی ادبان، بی ادبه رو یا بی علمه رو دیده ازش دوری میگیره. اینکه سعی میکنه اون کارهایی که اون حرفایی که اون زدن رو نزنه، انگار دور شده از اون فرد. یعنی اگه من شبیه اون فرد بخواد بشه باید بره سمت اون، یعنی اون معلمش بشه، بد میشه اینا اگه قرار باشه که از اون یاد بگیره. درسته؟ پس ما توی فاز یادگیری یا لرنینگ دو تا اتفاق میفته. یا اون دانش آموز جی که آی میخواد ازش یاد بگیره از لحاظ علمی یا از لحاظ شایستگی از آی بهتره، که آی میره به سمتش، انگار اون میشه معلمش، معلم ثانی، معلم دومش، میره ازش یاد بگیره، پس میره نزدیکش میشه. یا نه آی میبینه نه جی از خودش بدتره، بنابراین چیکار میکنه؟ از جی فاصله میگیره، دور میشه مصداق مفهوم اون که میگه ادب از که آموختی یاد بیاد، اما ازش فاصله میگیره که شبیهش نشه. چون اگر شبیهش بشه خب اینم بد میشه. ما تو این الگوریتم هدف اون هستش که ایتریشن به ایتریشن که میریم جلو اوضاعمون بهتر بشه، نه بدتر. اگه بدتر بشه که معنی نداره، نمیریم سراغ اون درست. خیلی خوب. پس توی فاز آموزش یا تیچینگ دانش آموزا از یه نفر که معلمه یاد میگیرن. توی فاز لرنینگ یا یادگیری یا فاز دانش آموزا از هم یاد میگیرن. درست شد؟ این جامایه‌ای که توی الگوریتم وجود داره. خب حالا بیایم این مفاهیم رو مدل سازیش رو انجام بدیم، ببینیم این فاز تیچینگ یا فاز معلم، فاز یادگیری یا فاز دانش آموز یا فاز لرنینگ اینا چجوری میشه مدل سازیشو انجام. خب اگر این فضای جستجو باشه، اگه این دانش آموزی باشه مثل دانش آموز آی، انگار یه نقطه تو این فضای سرچ دیگه، این فضای پاس جستجومون من دو بعدی میکشم که ملموس تر باشه. خب اگه این دانش آموز آیون باشه، موقعیتش رو با ایکس آی نمایش میدیم. درسته؟ تصویر یا پروجکشنش روی محورهای مختصات این میشه ایکس آی بعد اولش، اینم میشه ایکس آی بعد دومش. شایستگی این نقطه رو با چی نمایش میدیم؟ با fx آی نمایش میدیم. واضحه؟ خیلی خوب. بقیه اعضای جمعیت هم دقیقاً به میشه. خب بریم مراحل این الگوریتم رو طبق فریمورکمون که توضیح دادیم بنویسیم، ببینیم چجوری مدل سازیش رو انجام بدیم. خب ما توی فریمورکمون گفته بودیم اول تعریف مسئله یا پرابلم دیفینیشن. چون فعلا در مورد مسئله خاصی صحبت نمی‌کنیم با تعریف مسئله هیچ. پارامترهای الگوریتم رو وقتی توضیح بدم مرحله آماده سازی اولی و مرحله تکرار پارامترش مشخص میشه، پس باز پارامترها هیچی، فقط مرحله آماده سازی اولی و مرحله تکرار رو تو مقام آموزش توضیح میدیم. بعد تو پیاده سازی همه این مراحل. و چون الان یعنی پیاده سازی نمی‌کنیم که نتایجی داشته باشیم برای نمایش، بنابراین نمایش نتایج هم محلی از اعراب نداره. تو مقام تئوری فقط مرحله آماده سازی اولی و مرحله تکرار رو توضیح میدیم. خب پس تایتلمون میشه مراحل الگوریتم TLBO. طبق فریمورکمون دو تا مرحله داریم، یک مرحله آماده سازی اولیه و مرحله تکرار. خب تو مرحله آماده سازی اولیه ما چون نمیدونیم
نقطه بهینه کجاست؟ پس جمعیت دانش آموزا رو که ایجاد میکنیم اول کار تصادفی تو فضای جستجو پخش میکنیم. پس اینجا میشه ایجاد جمعیت اولیه از دانش آموزان و توزیع آنها به صورت تصادفی در فضای پاسخ و ارزیابی. یعنی ایکس هر دانش آموزی رندوملی میاد وارد این میشه، میذاریم تو ضابطه تا بعد یه اف ایکس هم براش چیکار میکنیم؟ تعیین میکنیم. مرحله تکرار خودش یه فوره، فور ایتریشن از یک تا مکس ایتریشن با یه سری دستورات رو تکرار کنم. دستورات داخل این فور رو من با آبی کمرنگ می‌نویسم و با یک چک مارک. خب اولین کاری که توی مرحله تکرار بایستی انجام بدیم اینه که از موقعیت دانش آموزان میانگین گیری شده و موقعیت میانگین تعیین می شود. ما میانگین چه آماره ایه؟ مثلا میگیم میانگین نمرتی که از 17 یعنی چی؟ یعنی اکثر بچه ها هلوهوش 17 نمره گرفتن. درسته؟ یعنی شما چجوری به دست میاد؟ جمع تقسیم بر تعداد. درسته؟ خب وقتی میگیم میانگین موقعیت دانش آموزان مثلا یه نقطه‌ایه، یعنی اکثرا هلوهوش اون نقطه قرار گرفتن. درست شد؟ خب بعد چیکار میکنیم؟ میخوایم بریم فاز آموزش یا تیچینگ رو مدل سازی کنیم. منتها قبل از اینکه فاز تیچینگ نیاز به چی داره؟ معلم داره. دانش آموزی که بیشترین شایستگی را داشته باشد به عنوان معلم یا تیچر در نظر گرفته می شود. حالا که معلم رو داریم، دانش آموزان هم داریم، حالا میتونیم آماده بشیم و فاز تیچینگ یا فاز معلم رو چیکار کنیم؟ انجام بدیم. واسه طبیعی معلم میاد سر کلاس به تک تک دانش آموزا یاد میده. دانش آموز اول، دانش آموز دوم، دانش آموز، چون همه دارن یاد میگیرن، پس این کار یادگیری یا تیچینگ که معلم داره انجام میده یه کار تکراری واسه تک تک دانش آموزا. پس میام چی میگیم؟ یه فور میذاریم برای اینکه باید تک تک دانش آموزا این کار انجام بدیم. برای هر دانش آموز مانند آی عملیات زیر انجام می شود. اینجا میخوایم فاز معلم یا تیچینگ فیز رو بگیم. خب تو فاز اینجا یه فوره، دستورات داخل این فور رو من با سبز می نویسم و با یک دش. خب تو فاز معلم وقتی مثلا دانش آموز مثل آی کاری که انجام میدیم موقعیت جدید دانش آموز آیام بر اساس موقعیت های میانگین و معلم تعیین می شود. بریم ببینیم چجوری فاز معلم یا فاز تیچینگ رو میشه مدل سازیشو انجام. این فاز معلم یا فاز آموزش یا تیچینگ فیز. ببینیم چجوری میشه اینو انجامش داد. خب ببینید اگر دو تا نقطه رو به من نشون بده شما. خب دیگه یه ذره آره یه ذره نزدیک‌تر، اونجا یه موقع دوره. اینو اینجا مثلا بذاریم. اینو
کپی ازش بگیریم، اینجا پیستش کنیم، بگیم که این هم اینجا. خوبه؟ خب این مثلا موقعیت معلم یا تیچر باشه، این هم موقعیت میانگین، یعنی اعضای دانش آموزان حول میانگین. این هم موقعیت دانش آموز آیام باشه. مثلا اینجا نمیخوام خیلی پخش باشه که میخوام چیزای دیگر رو بنویسم جا داشته باشه، خیلی فرقی از اون جهت. اینم x آیتی. درست شد؟ خیلی خوب. ما میایم چی میگیم؟ خب عرضم خدمت شما که میگیم که موقعیت تیچر منهای موقعیت میانگین. تیچر منهای این جهت فعلش برعکسه، این شکلی میشه. اگر بگیم تیچر منهای میانگین، درست شد؟ اگه بگیم میانگین منهای تیچر مثل موقعیت قبلی میشه. خب اینو کل این مدل رو نمیخوایم، یه ضریبی از این مدل، اون ضریب رو با TF نمایش میدن، تیچینگ فاکتور ضرب در رند. تیچینگ فاکتور ضرب در رند. خب تیچینگ فاکتور ضرب در رند اگر یک باشه کل مدل آبی رنگ رو برمی‌داریم، اگه نیم باشه نصفش رو، اگه دو باشه دو برابر اینو برمی‌داریم، 1.5 باشه 1.5 برابرش، 3/4 باشه 3/4 برابر. قسم میگه این ضریب چقدر باشه یه اندازه از این مدل رو برمی‌داریم. فرض کن شما مثلا ما نصفی از اینو چیکار کردیم؟ نصف کمتر، مثلا 1/4 رو برداشتیم. خب 1/4 این مدل آبی رنگ میشه اینقدر تقریبا دیگه، که متوجه باشیم یه رنگ دیگه با این رنگ تیچینگ سبز. فاکتور چی بود؟ بهش میگن فاکتور یادگیری، یا عدد تصادفی، یا 1 یا 2. می نویسم اون دیتیلشو. خب میام چیکار میکنم؟ میام اضافه میکنیم به x آیتی این بردار سبز رنگ رو. یعنی این بردار سبز رنگ چیزی بودش که یه ضریبی از تیچر منهای در واقع میانگین. این چی به دست میاد وقتی این کار رو انجام میدیم؟ این x آی تی به علاوه. خب ببین تیچر منهای مین میشه این بردار آبی رنگ، درسته؟ تی اف در رنگ یعنی یه ضریبی از این مدل آبی رنگ که گفتیم میشه مدل چی؟ مثلا سبز رنگ. خب حالا به x آیتی مدل سبز رنگ رو اینا یه کپیش بگیرم، این رو من میام این بردار رو اضافه میکنم به x آیتی، چی به دست میاد؟ x آیتی به علاوه، یعنی از اینجا اومد کجا؟ اومدش اینجا قرار گرفت. اینو دیگه بهش نمیگن x آی تی، اینو بهش میگیم چی؟ x آی تی به علاوه 1. متوجه شد؟ به معلم نزدیکتر شد نسبت به قبلیه، درسته؟ شبیه تر معلم شد. به خاطر همین از معلم میانگین یادگیریش میگن فاز چی؟ آموزش یا معلم یا
teaching phase. درسته؟ خب این آیتم ها رو بنویسیم چیان؟ عرضم خدمت شما که x آی تی میشه موقعیت یا مکان دانش آموز آیوم در تکرار یا زمان تیوم. درسته؟ مین گفتیم چیه؟ میانگین موقعیت دانش آموز. یعنی اگر میانگین رو بخوایم حساب کنیم میگیم 1 از جامعه دانشجو ان پاپ دیگه، سامیشن روی آی از 1 تا ان پاپ ایکس آی ها. موادشون رو جمع میزنیم. عرض شود خدمت شما که تیچر هست موقعیت یا مکان معلم. معلم دانش آموزی که افکتش از همه بهتر. اگر کمینه سازی باشه بین دانش آموز اونی که افکتش از همه کمتره میشه معلم. اگر مسئله بیشینه سازی بین دانش آموز اونی که افکتش از همه بیشتره میشه معلم. بعد عرضم خدمت شما که رند هست عدد تصادفی با توزیع یک نواخت پیوسته تو بازه صفری. تی اف رو بهش میگن فاکتور یادگیری یا تیچینگ فاکتور. هم تی اف رو صفره که هم رند. نه تی اف رو عدد صحیح میگیرنش. تی اف رو یه عدد صحیح میگیرن متعلق به مجموعه 1 و 2. یعنی یا 1 یا چنده؟ 2. بله. و اما آخرین آیتم ایکس آی تی ولی که دقیقاً مثل ایکس آی تی به خاطر برای اینکه ننویسمش از این یه کپی میگیرم، این پایین پیستش میکنم، میگم این برای اینکه مقدار متفاوت از اون باشه با یه رنگ دیگه نمایشش میدم. اینم میگیم خب این میشه ایکس آی تی بالا، اینم یعنی میشه ایکس آی تی به علاوه 1 میشه موقعیت یا مکان دانش آموز آیام در تکرار یا زمان تی به علاوه 1. اوکی؟ همه آیتماشو گفتیم. خب این موقعیت وقتی اینطوری آپدیت میشه، خب ببین این چون ایکس آی تی به این رابطه اضافه میشه، مثلا فرض بفرما شما اگر این فضای سجد باشه اینجا باشه دانش آموز، اگه این بیفته بیرون این راه حل ولیده؟ نه. ما راه حلی که فضای سجد ترک میکنیم میبودیم داشتیم لبه مرز. درسته؟ پس اینجا قبل از اینکه بریم افش رو به دست بیاریم باید باندت کنیم. پس چی میگیم؟ میگیم در صورت خروج دانش آموز آیوم از فضای پاسخ به فضای پاسخ بازگردانده می شود. درسته؟ در صورت خروج از فضای پاسخ به فضای پاسخ بازگردانده می شود. خب حالا دلمون قرصه، راه حلی که ایجاد کردیم باندت کردیم حالا ولیده، ارزیابیش میکنیم ببینیم چه افکتی ایجاد میکنه. پس میشه چی؟ میشه موقعیت جدید دانش آموز آیوم ارزیابی میشود که ببینیم چه افکتی دست میده. خب ببین شما، من اینجا که موقعیت جدید رو دست میارم ایکس آی تی ولی نمیریزم داخل موقعیت دانش آموز. خب اینو داخل یه ظرف نگه میدارمش، باندادش میکنم، ارزیابیش میکنم. اگر افش از اف دانش آموز آیوم بهتر شد ذخیره شد، اگه بهتر شد ذخیرهش نمیکنم. درست شد؟ پس اینجا میگم
اگر شایستگی fx دیگه درسته؟ اگر شایستگی موقعیت جدید دانش آموز آیام از شایستگی موقعیت کنونی آن بیشتر باشد، آنگاه عملیات زیر انجام میشه. این یه اگر دیگه. دستورات داخل این اگر رو من با رنگ توسی می نویسمش و با 2 تا دش که بگم دستورات داخل این ایفه. پس اگر شرط برقرار شد، موقعیت جدید دانش آموز آیام و شایستگی آن به عنوان موقعیت جدید و شایستگی جدید برای دانش آموز آیام ذخیره می شود. اگه بهتر نشد ذخیرهش نمی‌کنه. خب اینا تا اینجا فاز معلم یا تیچینگ فیز، یعنی هر دانش آموزی به کمک معلم موقعش آپدیت میشه، باندد میشه، ارزیابی میشه. اگر اف دانش آموز جدید که موقعش به کمک معلم بهبود داده شد، اگر افش بهتر بود از موقعیت کلی ذخیره میکنه، در این ذخیره نه. این روند رو همه دانش آموزا تکرار میکنه. معلم همه دانش آموزا اینطوری چیکار میکنه؟ آموزششون. بعد از فاز آموزش میریم سراغ فاز چی؟ فاز لرنینگ که دانش آموزا به هم دیگه آموزش میدن. خب مثلا من با شما با همه میتونیم به هم دیگه یاد بدیم دیگه، درسته؟ یا از هم دور بشیم، یکی از این دو تا. اینو کلا بهش میگن فاز یادگیری. چون برای همین دانش آموزا اتفاق میفته، پس اینم یه حلقه فور دستورات داخل این فور صورتی رو که مرحله تکرار بوده با آبی کمرنگ نوشتم دیگه. پس اینم تو دستورات مستقلان رو با آبی کمرنگ. باز دوباره چی میگیم؟ میگیم برای هر دانش آموز مانند آی عملیات زیر انجام میشه. خب دستورات داخل اینو یه ذره بیارمش بالا که پرسنم باشه. خب دستورات داخل این فرم مگه با سبز پررنگ نمیشه؟ اینجا هم با سبز پررنگ میشه و با یه دش. خب شما رفتی سر کلاس نشستی، قبل از اینکه سر کلاس بشینی معلومه با کی میخوای دوست بشی؟ نه. پس وقتی یعنی تصادفی دوست انتخاب میشه دیگه. خب پس چیکار میکنی؟ یک دانش آموز مانند ج از جمعیت دانش آموزان به تصادف انتخاب می شود. باید حواسمون باشه که آی مخالف چی باشه؟ جی. حالا می‌بینیم چرا باید مخالف باشه. ضمناً من اینجا چطور نوشتم این فاز معلمی، اینجا هم فاز چیه؟ دانش آموز یا لرنینگ فیز. اینو من اینجا فاز دانش آموز از هم دیگه یاد میگیرم. قبوله؟ خیلی خوب. حالا موقعیت رو که میخوام آپدیت کنم 2 تا حالت به وجود. اول باید چک کنم ببینم شایستگی j از i بیشتره یا کمتره. اگر شایستگی j بیشتر بود i به j نزدیک میشه، اگر بدتر بود i از j باید دور بشه. خب اگر شایستگی دانش آموز i کمتر از شایستگی دانش آموز جی باشد، یعنی منظورش چیه؟ یعنی آی شایستگی آی یعنی جی بهتر از آی دیگه. محاورهش میشه جی بهتر از آی. درسته؟ آنگاه عملیات زیر انجام میشود.
عملیات زی که باید انجام بشه چیه؟ ببین دستات داخل این ایفو دیدیم با داش نوشت، دو تا داش نوشتیم و خاکستری اینجا هم همینه. با دو تا داش می‌نویسم و خاکستری که بیام دستات داخلی. خب موقعیت جدید دانش آموز آی بر اساس موقعیت کنونی و موقعیت دانش آموز جی به سمت جی تعیین می شود. چون جی بهتر از آیه باید به سمت جی چی بشیم؟ نزدیک بشیم. وگرنه هم بنویسم باید برم مدل سازیشو انجام بدم. خب وگرنه اگر شایستگی دانش آموز آی بیشتر از شایستگی دانش آموز جی باشد، اینجا منظور چیه؟ آی بهتر از جی، درسته؟ آنگاه عملیات زیر انجام می شود. ببین دو تا حالت بیشتر نمیاد، یا آی از جی بهتر یا جی از آی بهتر، یا حالت سوم که نداریم که. اگر اینطوری بود ببین چون دستات خاکستری تکراریه برای همین من یه کپی میزنم برای اینکه ننویسمش دوباره. این اینجا الان نقطه مد نظر ما آیه، چون اگه اون آره از اون دیگه ور الان نظر محورمون اینه که آیا میخوایم حرکت بدیم، چون جای تصادفی انتخاب میکنیم میخوایم آیا بدیم. موقعیت جدید دانش آموز آی بر اساس موقعیت کنونی و موقعیت دانش آموز جی به سمت جی، نه به دور شدن از جی، درسته؟ به اینجا می نویسیم به دوری از جی تعیین می شود. بریم ببینیم چجوری انجام میدیم. پس میخوایم فاز دانش آموز رو بگیم. فاز دانش آموز یا لرنینگ، فاز یادگیری، لرنینگ فیس. ببینیم چجوری. خب عرضم خدمت شما که اینجا دو تا حالت به وجود میاد. وقتی من میخوام x آی تی به علاوه 1 رو به دست بیارم، این دو تا فاز رو ببینیم چی هست. دو تا فاز به این شکل هستش که خب گفتیم چند حالت داریم؟ دو تا حالت، یا بهتر آی از جی یا بهتر نیست دیگه، درسته؟ کیس اول حالتی بودش که جی بهتر از آی بود، درست؟ حالا مثلا فرض کن شما مسئله کمینه سازیه. خب جی بهتر از آی یعنی چی؟ یعنی اف ایکس جی کمتر از اف ایکس آی. حالت دوم حالتیه که برعکس اینه، یعنی چی؟ یعنی اف ایکس آی کمتر از اف ایکس جی. خب این یعنی چی؟ یعنی جی بهتر از آی، درسته؟ مفهومش اینه. این مفهومش اینه که آی بهتر از جی. خیلی خوب، بریم ببینیم چه اتفاقی میفته. خب این ایکس آی، این هم ایکس جی.
این هست x آی تی، این هم هست x جی تی. درسته؟ خیلی خوب. وقتی که j از i بهتره باید i به سمت j حرکت کنه. ما همیشه حرکتون در راستای خوب است دیگه. خیلی خوب. این حرکتش بدیم به سمت خوبه. اوکی. این یعنی چی؟ این یعنی که بگیم x جی تی منهای x آی تی. x جی تی منهای تی میشه این بدل سبز رنگ، اما اینو نمیخوایم، یه ضریبی از این رو میخوایم، پس میشه تی اف ضرب در رند برابر. حالا اگه این تی اف ضرب در رند یک باشه کل بدل سبز و برابر، نیم باشه نصف، بسته میگه چقدر یه اندازه از این رو برابر. فرض کنیم نصف بشه، پس من اینو انتخاب میکنم، کپی، اینو پیستش میکنم، نصفی از اینو چیکار میکنم، برش میدارم. نصفش مثلا تقریبا میشه اینقدر. برای اینکه بگم متفاوت از اینه رنگش هم تغییر میدم. اوکی؟ خیلی خوب. بعد چیکار میکنیم؟ اضافه میکنیم به x آیتی این مدل قرمز رنگ رو. این باعث میشه که چی به دست بیاد؟ x آی تی. بله درسته. یعنی این میاد کجا قرار میگیره؟ اینجا. این میشه در حقیقت این میشه x آی تی. بله. یعنی آی به جای چی شد؟ نزدیکتر شد، چون بهتره باید بهش نزدیک بشه. خب اما اگر اومدیم و چه اتفاق افتاد؟ اومدیم و آی بهتر از جی بود، درسته؟ یا به عبارت دیگه جی بدتر از آی بود. حالا باید چه اتفاقی بیفته؟ باید دور بشیم. به همین اندازه دور میشه. حالا اون دیگه باز تصادفیه دیگه. خب برای دور شدن ببین جهت فلش وقتی میگیم ایکس جی منهای ایکس آی اینطوری میشه، ولی وقتی عکس این باشه، من اینو برش دارم یه کپی ازش بگیرم این بر پیستش کنم به این شکل. خب حالا این وقتی که اینطوری باشه جهت فلش برمیگرده. این جهت فلش که برمیگرده اینطوری میشه. این یعنی چی؟ این یعنی زمانی که شما برمیگردی میگی که x آی تی منهای x جی تی جهت فلش رو برمیگرده، اما باز داریم تی اف در رند زد برای این. خب حالا این تی اف در رند اگر یک باشه کل مدل سبز رو برمیداریم، درسته؟ اگر نیم باشه نصف مدل رو برمیداریم. بسته به اینکه باز این ضریب چقدر باشه اندازه از این رو برمیداریمش، درسته؟ خب فرض رو بر این گرفتیم که مثلا مثل همون کیس قبل باشه، یعنی نصفش رو برداشتیم. این بذارمش اینجا، نصف این اینطوری میشه، درسته؟ خیلی خوب. اینو چیکارش میکنیم؟
اضافهش میکنیم به موقعیتی که already قرار گرفته ایم. درسته؟ این موقعیت جدید اینطوری آپدیت میشه. وقت این میشه موقعیت جدید. خب بذار من هم بالا بنویسم که اون رو میخوام اضافه کنم پایین میافته. خب این بودار قرمز رنگ که نصف شد رو اگه من اضافه کنمش به موقعیت کنونی اینو بیارم اینجا اضافه کنم یه ذره بزرگتر. اوکی چی به دست میادش؟ x آی تی شد. دورتر شدیم از جی. چرا؟ چون انگار فکر میکنیم اون جایی که جی هست جای خوبی نیست، پس اگه بریم اون سمت ما هم احتمالاً بد میشیم، پس خلافش میریم. درست شد؟ اون مسیری که اون رفت ما نمیریم. اوکی؟ خیلی خوب. من این آیتم رو بنویسم اینا چی هن؟ x آیتی میشه موقعیت یا مکان دانش آموز آیا در تکرار یا زمان تیوم. این همین اگر اینو من یه کپی روش بگیرم اینجا پیستش کنم، اگر به جای آی بگم جی این میشه، به جای آی بگم جی این میشه موقعیت و مکان دانش آموز جیام در تکرار یا زمان تیوم. خب تی اف رو همونطور که اونجا گفتیم بهش میگن فاکتور یادگیری یا تیچینگ فاکتور یا تی اف که گفتیم این تی اف متعلق به مجموعه 1 و 2 یعنی یا یکی یا چنده؟ 2. رند گفتیم چیه؟ عدد تصادفی با توزیع یک نواخت پیوسته تو بازه 0 و 1 و نهایتا ایکس آیتی به علاوه 1 رو هم اینجا راه حلی که ایجاد میشه رو هم بهش میگیم در حقیقت این در لحظه یا زمان تی به علاوه این ایکس آیتی به علاوه 1 این هم میشه موقعیت و مکان ذره آیون در تکرار یا زمان تی به علاوه 1. اوکی؟ خیلی خوب. همه آیتم ها رو مشخص کرد. این موقعیت وقتی آپدیت شد، حالا چه به اون روش چه به این روش، ممکنه این موقعیتی که ایجاد میشه مثلا این دانش آموز از اینجا بیفته به اینجا، این راه حل ولید نیست. باز بیاریم کجا میذاریم؟ لب مرز. پس چه نزدیک بشیم چه دور بشیم ممکن است فضای سهش بیفتیم. در هر کیسی ما میسنجیم. اصلا کلا هر وقت راه جدید ایجاد میشه باید ببینیم افتادیم بیرون نه. چون دستورات مربوط به اون فور اصلیه با سبز پررنگ می‌نویسم و با یه داش. حتی میتونیم از این اسلاید قبلی اینو کپی برداری کنیم، چون اگه افتادیم بیرون بیاریم باندت میکنیم، بعد مقاله جدید رو ارزیابی میکنیم، اگر بهتره ذخیرهش میکنیم. میتونیم برای اینکه سرعتمون بریم بالا اینا رو کپی پیستش کنیم. خیلی خوب. پس میام از اینجا همه اینا رو برمیدارم کامل، یه کپی روش میگیرم اینجا کجا؟ اینجا اینو واسه دانش آموز پیستش میکنم. میذاریمش اینجا.
اوکی، اگه افتادیم بیرون بریم تو فضای سرچ. بعد موقعیت جدید این دانش که آموز مثلا آیام ارزیابی میکنیم. حالا باز اگر موقعیت جدید دانش آموز آیام از شایستگی موقعیت کنونیش بیشتر باشه اون وقت ذخیرهش میکنیم. اینکه بسنجیم مثلا افتاده بیرون، بسنجیم ببینیم برش گردونیم بهتره. خب 100% مگه بهتر نیست؟ چیکارش کنیم؟ مثلا افتاده بیرون از اون خب. ناحیه، بخوایم ببریمش لبه، بعد موقعیت جدیدش رو بخوایم بسنجیم ببینیم بهتره یا نه. خب 100% خب ما بهتر دیگه. خب نه دیگه همیشه اینطوری نمیشه که ما همه بعضی هم ممکنه مثلا تو یه بعد بیفته بیرون، دو بعد بیفته بیرون، همه ابعاد که ممکنه بیرون نیفته، ممکنه هم بشه ولی ما کلا کنه ما دیدگاه اینه که راه حلی که فضای سرچ رو تو هر چند بعدی تر کنه، ما بعداشو حالا هر چند تا که میخواد باشه همه رو میایم توی لب مرز میذاریم و میشه موقعیت جدیدش. اون موقع جدید حالا هر چی هست افش رو به دست میاریم. اگه بهتر شد ذخیره میکنیم، بهتر شد ذخیرهش نمیکنیم. ذخیره نکنیم یعنی همون بیرون قبلیه میمونه. آره قبلیه میمونه. نه قبلیه میمونه. این موقعیتی که شما داری صحبتش میکنی میگه بیرون میمونه، اون موقعیت جدیده. این ایکس آی تی ما یه داریم تو یه ظرفی نگه می‌داریم قبل اینکه بیفته آره بیرون. اصلا قبل از آخر بیرون انگار من دارمش اینجا. حالا ببین انگار اینطوریه. ببین این ایکس آی تیه، این افتاده بیرون، این ایکس آی تیه به علاوه یک. این وقتی میاد اینجا این ایکس آی تیه به علاوه یک، اما این ایکس آی تیه، این ایکس آی تی، این ایکس آی تی به علاوه یک. درست شد؟ پس اگر حالا اینو آوردم اینجا، اگر افش از اف این بهتر بود ذخیره میکنم، نبود همین قبلی بود، این میمونه نه این ایکس آی تی به علاوه یکه. متوجه ازم شدی؟ که بانده شده اومده اونجا افتاده. خیلی خوب. خب به آخر تکرار رسیدیم. برای دانش آموزای دیگه هم همین کارو چیکار میکنم؟ تکرار میکنم. بعد که اومدم بیرون طبق فریم ورک وقتی به آخر تکرار میرسیم بهترین جواب پیدا میکنیم، ذخیره میکنیم. چون دستورات اصلی مواد فور صورتیه با آبی کمرنگ و چک مارک مینویسمش. پس یافتن ذخیره سازی و نمایش بهترین پاسخ. تموم شد. تکرار مراحل فوق تا برآورده شدن شرط. این روند رو تکرار انقدر تکرار میکنم تو شرط خاتمه چی بشه؟ برآورده بشه. خیلی خوب. بریم دیتا استراکچر اونم بگیم چجوری میگیریم دیگه میتونیم بریم پیداسازی رو انجام بدیم. خب ما هر دانش آموزیمون اینطوریه که توی فضای سرچ یه موقعیت داره که بهش میگیم پوزیشنشه، درسته؟ که میگیم پوزیشن یا x و این میشه موقعیت دانش آموز. این x تو برنامه‌نویسی بهش میگیم چی؟ پوزیشن. و اینو بهش میگیم fx که تو برنامه‌نویسی بهش میگیم کاست. اسم این دیتا استراکچر چیه؟ اسم این دیتا استراکچر هست اسم کل این دیتا استراکچر رو میگیم empty underline
استودنت. اینو بغل هم دیگه ریپیت میکنیم. یه آرایی از دانش آموزان چیکار میکنیم اینجا برای سهولت در نگاه هر جا گفتم پی یعنی پوزیشن، هر جا گفتم سی یعنی البته چون میخوام کپی کنم میتونیم اونها بنویسیم. خب خب این میشه کدوم دانش آموز؟ این میشه student اندیس 1. اندیس 1 دقیقاً عین اینو بغلش تکرار میکنیم. یه کپی از این میگیرم. این میشه دانش آموز دوم. آرایی است دیگه. این میشه دانش آموز دوم تا آخرین دانش آموز. جا ندارم میدونم بعد تا انپا فرض کنید آخرین دانش آموز انپا. بذار اینجا رو یه سه نقطه بذارم. این بگم انقدر میره تا دانش آموز انپا. خب اگر اعضای جمعیت 50 باشه پس میتونه دانش آموز انپا. خب چون میخوایم بهترین راه حل هم پیدا کنیم اینجا نمایشش بدیم، بهترین راه حل داخل بستول ذخیره میکنیم. بستول هم عین اعضای جمعیت اون پوزیشن و کاست داره. من این رو جا بجاش کنم. این بست سالمون خب پس باید بگیم بهترین راه حل چه x یا پوزیشنی داشته چه fx یا کاستی رو ایجاد کرده. این هم بهش میگیم best sol یا بهترین سولوشن. درسته؟ خیلی خوب. ببین تو تکرار اول به این دانش آموز بهترین رو پیدا میکنیم داخل بستول ذخیره میکنیم. وقتی میریم تکرار بعدی یه بهترین دیگه پیدا بشه بخواد داخل بستول ذخیره میشه، اون بهترین تکرار رقم از بین میرین جدیدش ریپلیس میشه. درسته؟ بخاطر همین میام یه آرای تعریف میکنیم به نام best cost، بهترین کاست ها. خب بهترین کاست ها رو داخل این آرای ذخیره میکنیم. یعنی اسم این آرای چی میشه؟ best cost. این میشه best cost اندیس 1 اندیس 2 تا میبریمش تا best cost اندیس max iteration، چون تا آخرین تکرار باید بهترین جوابات تو این ذخیره کنیم. درست شد؟ خیلی خوب. اگر سوال نیست تئوریش تمام میتونیم این پرسیدت مطلب انجام بدیم. سوالی نیست؟ خیلی خوب.
خب عرض شود خدمت شما که اولا من اینجا یه فولدر ایجاد میکنم، اسمش رو میذارم TLB. وارد این فولدر میشیم. برای اینکه وارد قسمت برنامه نویسی بشیم یا نیو اسکریپت رو کلیک میکنیم یا نیو رو انتخاب میکنیم، اسکریپت رو میذارم، هاتکیش هم کنترل ان، یا اینجا تو کارنت فولدر راست کلیک میکنیم اسکریپت، یا تو کامند مینویسیم ادیت اینتر. همه اینا ما رو وارد همچون محیط برنامه نویسی میکنه. منتها قرار طبق فریم ورک سکشن ها رو ایجاد کنیم و پر کنیم. منتها پای ثابت همه اسکریپت هامون چی هستش؟ پروگرام استارت. خب از اینجا بعد دیگه طبق فریم ورک اول چی داریم؟ تعریف مسئله یا پرابلم دیفینیشن رو داریم. بعد از تعریف مسئله تعریف پارامترها یعنی TL PO parameters. بعد مرحله آماده سازی عملی یا initialization استپ رو داریم. بعد مرحله تکرار یا مین لوپ رو داریم و نمایش نتایج یا دیسپلی ریزالت. بریم شروع کنیم به پر کردن این قسمت. با CLC خروجی رو پاک میکنیم، با کلیر حافظه رو پاک میکنیم، با کلوز اول هرچی نمودار باز کردیم رو میبندیم. تعریف مسئله طبق چون میخوایم مسئله SPA رو حل کنیم، توی مسئله SPA x ها 5 بعدی هم، بنابراین n رو تعریف میکنیم 5. این گفتیم بهش میگیم number of decision variable. بعد ورمی رو داریم که منفی 10 میگیریم، این رو بهش میگیم lower bound of decision variable. با کنترل C کپی میکنم، با کنترل V پیست میکنم. ورمکس رو داریم مثبت 10، این هم بهش میگیم کران بالا یا upper bound. خب شما دیدی یه نفری مثلا اسمش علیه ولی رضا هم صدا میکنن، چه بگیم علی چه بگیم رضا منظورم یه نفر هست. خب ما تو مطلب میتونیم برای توابع کتابخانه‌ای یا توابعی که توسط کاربر تعریف میشن اسم دوم بذاریم. یه نمونه از اسم دوم گذاشتن واسه تابع کتابخانه‌ای رو ببینیم. مثلا میگیم که رضا بشه اسم دومی یه تابعی که یه پارامتر ورودی به نام x داره. اون تابع کیه که یه پارامتر ورودی به نام x داره و رضا اسم دومش؟ اون تابع کتابخانه‌ای سینوس x. درسته؟ خب من میدونم که سینوس 90 درجه پی دوم میشه چند؟ 1. به جایی که از سینوس استفاده کنم از اسم دومش استفاده میکنم، بگم رضا پی دوم 1 رو چیکار میکنه؟ تحویل میده. درست شد؟ پس رضا میشه اسم دوم سینوس. حالا ما که داشتیم فریم ورک رو میگفتیم اینم مطرح کردیم که اگر قرار هستش که رو تابع هدف کار کمینه سازی یا مینیمایزیشن انجام بدیم، گفتیم به تابع هدف اون نمیگیم تابع هدف یا ابجکتیو فانکشن، گفتیم بهش میگیم تابع خطا یا ایرور فانکشن یا تابع هزینه یا کاست فانکشن، که جا تابع هزینه اسم دوم واسش میذاریم کاست فانکشن. کاست فانکشن هست اسم دوم یه تابعی که یه پارامتر ورودی به نام x داره. اون تابع کیه که یه پارامتر ورودی به نام x داره و کاست فانکشن اسم دوم میشه SPR x. کامنت میکنیم اینا تابع هزینه یا کاست فانکشن. مثلا تابع ها رو توی فایل مجزا می‌نویسیم. SPR رو با کنترل C کپی میکنم، با کنترل N یه فایل جدید باز میکنم، میگم یه فانکشن z مقدار بازگشتیشه، اسمش هست SPR x. ضابطش اینطوریه که x رو element by element به توان 2 میرسونیم، میشه مربعات این 5 بود. تابع سام به روش اعمال میکنم که مجموع مربعات به دست بیاد، میزم داخل z برمیگردم. با کنترل S اینو سیو میکنیم. خب اسم تابعمون SPR، اسم فایلمون هم SPR. سیو رو میزنیم، اینو ذخیرهش میکنیم. اوکی؟ بریم سراغ پارامتر. باز طبق فریم ورک دو تا پارامتری که پای ثابت همه الگوریتم میگه که ان پاپ که اینجا تعداد دانش آموزان. اینو بهش تو فریم ورک گفته بودم. مسئله اسفیر یه مسئله که ایکس هاش 5 بعدی هست، همه بین منفی 10 تا 10.
ضابطش هم که مجموع مربعات 5 بوده و نقطه مینیمومش رو پیدا میکنم که دقیقا مبدأ مقایسه، یعنی جایی که این 5 بود برابر با چنده؟ 0. خب اینو بهش میگفتیم number of population، اندازه جمعیت. این میشه تعداد دانش آموزا بود اینجا. max iteration، حد اکثر دفعات تکرار رو میگیریم 500. اینو بهش میگیم maximum of iteration. خب دیگه پارامتر دیگه نداریم بخوایم تعریف کنیم، میریم مرحله آماده سازی اولیه و اینیشیالیزیشن. خب اول دیتا استراکچر empty آندرلاین استودیو رو تعریف میکنیم، بعد اینو ریپیت میکنیم، یه آرایی از دانش آموزا رو به این شکل ایجاد میکنیم. پس میگم empty underline student dot position، یه آرایی تو اینو کپی میکنم پیست میکنم، میگم empty underline student dot cost. حالا میگم repeat matrix کام، میگه چه دیتا استراکچری رو؟ میگم دیتا استراکچر empty underline student. میگه تو چند تا سطح؟ میگم n پاس سطح تگه. میگه بریزمش داخل چی؟ میگم بریزش داخل student. خیلی خوب، این فضا گرفته شد از استودنت 1 تا استودنت 5. خب حالا باید بیام پوزیشن کاست این استودنت رو چیکار کنم؟ مقداردهی کنم. مقداردهی به اینا یه کار تکراریه دیگه، از اولین دانش آموز تا 50 دانش آموز. چون کار تکراری، پس میرم سراغ حلقه تکرار. چون تعداد دفعات تکرار به تعداد اعضای جمعی ان پاپ، میرم سراغ حلقه تکرار فور. پس یه فور میذارم، میگم از اولین دانش آموز ان پاپ بیاد. میگم student I dot positionش مساویه با، ببین x ها 5 بودی باید باشه تو بازه منفی 10 تا 10. بازه منفی 10 تا 10 یه بازه پیوسته است، پس میام سراغ توزیع پیوسته. چون میخوام همه نقاط تو بازه منفی 10 تا 10 شانس یکسان داشته باشن برای اینکه تصادفی انتخاب بشن، به خاطر این میرم سراغ توزیع یک نواخت پیوسته و با تابع یونیفرم رندوم بین ور مینیلی منفی 10 و ور مکسیموم مثبت 10 یا آره 1 تا 5 یا 1 در این بر ایجاد. خب حالا که این کار رو انجام بدادم، حالا میگم student I دات کاستش مساوی با کاست فانکشن این پوزیشنی که اینجا مقداردهی کرده بودم از دانش آموز تصادفی، اینو میفرستم داخل تابع هدف تا مجموع 5 بود رو به تمام مربعات 5 بود رو به دست بیاره، بریزه داخل کاست. خب دانش آموز بعدی دانش آموز بعدی الی آخر. خب چون من میخوام بین همه این دانش آموزا بهترین رو پیدا کنم داخل بیستول ذخیره کنم، مسئله کمینه سازی دیگه. چون نمیدونم بهترین مقدار fx چنده، حالا همین بیست سول کاست یا fx رو میگیرم مثبت بی‌نهایت یا اینفینیتی، یعنی بدترین مقدار ممکن. حالا اینجا هر دانش آموزی که مقداردهی شد، میگم اگه این دانش آموز آی بود الان پوزیشن کاستش مقداردهی، اگر کاستش کمتر شده یعنی بهتر شده، اگر کمتر از به سول دات کاست شد اون وقت بیا به سول رو آپدیتش کن، یعنی به سول بشه استودنت آی، چون هم جنسن. ببین استودنت ها پوزیشن کاست دارن، به سول هم پوزیشن کاست دارن. وقتی یه تیکه میریزن پوزیشنش میزه داخل پوزیشن به سول، کاستش هم میزه داخل کاست. خب اینو تا همین جاشو یه ران بگیریم. میگه اول سیوش کن، میگم TLBO. این وقتی اجرا میشه میاد اینجا این استودنت یه استراکچر 50 در 1، اینو اگر باز کنم ببین این میشه پوزیشن و کاستا. مثلا عضو دهم ایکسش منفی 6 خورده ای، منفی 9 خورده ای، منفی خورده ای، 2 خورده ای، منفی 2 خورده ای. مجموع مربعات اینا چه سال 54 خورده ای. خب حالا بین اینا کمترین fx کدومه؟ تا اینجا 78 از همه کمتره. بیا پایین‌تر 63 هم داریم، 60 هم داریم. عضو 50 fxش از همه چیه؟ کمتره، برابر با 60. خب پس اگر من اینجا بگم
استودنت 50 ایکس و افکتش رو نمایش بده با بست سول رو. اینو نه دیگه، مثل که یک 48 هم داریم. خب ببینم کدومه. میگم برو سراغ استودنت ها، کاستاشونو بیار بیرون، باهاش یه آرای درست کن. تابع مینیمم رو این آرای اعمال میکنم. بعد مینیمم مقدار افکس داخل A میذارم، محلش داخل B. میگه کمپین افکس 48 خورده ای مطابق به دانش آموز 12. پس من اگر بگم به سول رو نمایش بده با استودنت 12 من لحاظ پوزیشن کاست باید با هم برابر باشن که هستن. درسته؟ خیلی خوب، بریم مرحله تکرار رو بنویسیم. توی مرحله تکرار گفتیم که این مرحله مونوسازی اولیه رفتیم مرحله تکرار. مرحله تکرار خودش حلقه فوره. بنابراین می نویسم فور ایتریشن مساوی با 1 تا مکس ایتریشن بیاد. اول کامنت میذارم که متوجه باشیم چیکار کردیم. خب دستورات داخل این فور صورتی رو با آبی کمرنگ و چک مارک نمیشیم. اول باید چیکار کنیم؟ میانگین رو محاسبه کنیم. یعنی کامنت میذارم calculate mean of position، درسته؟ میانگین موقعیت from student، موقعیت دانش آموز، درسته؟ خب بعد که میانگین رو محاسبه کردیم بعد چیکار کنیم؟ باید معلم رو تعیین کنیم، درسته؟ این دانش آموزی که بیشترین شایستگی داره رو بگه معلم. پس select teacher رو باید تعیین کن، انتخاب. بعد که معلم رو انتخاب کردیم بعد برای هر دانش آموز مانند آی بیا این کار رو انجام بدی گفتیم به این فاز میگیم فاز چی؟ معلم دستورات داخل این دیگه، درسته؟ خب پس فاز تیچر فیس، فاز معلم یا آموزش. خب این دستورات داخل اینا که چی میام اینجا. بعد میگم برای هر دانش آموز مانند آی دوره عملیاتی انجام بده. این میشه فاز دانش آموز یا لرنینگ فیس، درسته؟ خب learning phase. خب بعد چیکار باید کنیم؟ آخر تکرار بهترین جواب پیدا، ذخیره و نمایش، یعنی find and store and display best solution. درسته؟ تموم شد. به آخر تکرار رسیدیم، تکرار بعد درست شد. هم توی این روند رو تکرار. حالا بریم پر کن. میخوایم اول میانگین رو محاسبه کنیم. اینجا گفتیم میانگین چجوری دست میاد؟ جمع موقعیت ها تقسیم بر تعدادشون، درست اینجا نوشتیم. خب تو جمع چی بی تاثیره؟ صفر. پس میگم مین مساوی با صفر. یه فور میذارم میگم از اولین دانش آموز تا آخرین دانش آموز بیا تو. مین مساوی با مین به علاوه استودنت آی دات پوزیشنش، دانش آموز به همه دانش آموز بود. بعد که جمع انجام شد میگم مین بشه مین همه رو تک تک تقسیم بشه به انپا. این میشه میانگین، درسته؟ خب select تیچر رو میخوام تعیین کنم. خب چجوری تیچر تعیین کنم؟ اولین عضو رو میگیرم به عنوان کسی که از همه بهتره، درسته؟ بعد میرم در واقع چیکار میکنم؟ ما تو هر تکرار میتونیم بگیم بهترین دانش آموز مگه داخل بستول ذخیره نشده؟ پس بستول دات پوزیشن میشه موقعیت معلم دیگه. پس میتونیم بگیم تیچر هست بستول دات پوزیشن، درسته؟ این هم از معلم.
حالا میریم سراغ فاز آموزش. میگیم برای هر دانش آموز ماننده ها یعنی چی؟ فور. پس یه فور میذارم، میگم از دانش آموز اول تا آخر بیا تو. کامنت میذارم که باز مشخص بشه چیکار کنم. خب بعد دانش آموز اول باید چیکار کنم؟ موقعیت جدید دانش آموز آیم بر اساس موقعیت میانگین و معلم تعیین می شود. درسته؟ determined new position موقعیت جدید تعیین. بعد که موقعیت جدید تعیین کردیم بعد میگیم نکنه افتاده باشه بیرون بانددش کن. پس باندد نیو پوزیشن. بعد که باندد کردیم بعد میگیم چیکار میکنیم؟ ارزیابیش میکنیم. یعنی چی؟ evaluation. بعد از evaluation چیکار میکنیم؟ مقایسه میکنیم موقعیت کنونی با موقعیت جدید. اگر بهتره ذخیره‌اش کنیم. پس compare میکنیم old position with new position. خب جایگزین میکنیم. بعد تکرار. اوکی؟ پس همه دستورات سبز مربوط به این رو نوشتیم. مربوط به این فور. اینجا که فور بعدی. قبوله؟ خب حالا بریم پر کن. موقعیت جدید چجوری تعیین میکردیم؟ اینطوری. تو فاز تیچینگ اینجا گفته بود. موقعیت کنونی با علاوه تیچینگ فاکتور باید رند در موقعیت تیچینگ میانگین. خب چون توی یه ظرفی نگهداری میکنیم اسم اون ظرف رو میذاریم نیو سول دات پوزیشن راه جدید مساوی. استودنت آی اینم دات پوزیشن میشه همون ایکس آی تی. بله. تیچینگ فاکتور ضرب در رند ضرب در موقعیت تیچر منهای میانگین. این تی اف خودش نه تی اف گفتیم رندوم اینتیجر بین یک و دو. درسته؟ خب بعد که این موقعیت رو به دست آوردیم حالا اینو باید بریم باندد کنیم. چجوری باندد کردیم؟ تو فریم ورک گفته بودیم ماکسیموم بین موقعیت کنونی و ورمی. درسته؟ مینیموم بین موقعیت کنونی و ور مکس. حالا که باندد شد حالا میریم ارزیابی میکنیم. میگیم نیو سول دات کاست مساوی با کاست فانکشن نیو سول دات پوزیشن. درسته؟ خب حالا اینجا باید مقایسه کنیم با راه حلی که داریم. پس میگیم اگر این نیو سول دات کاست هست که الان پوزیشنش هم تعیین شد، کاستش هم تعیین شد، کمتر شده یا بهتر شده. یعنی اگر کمتر شده از استودنت آی دات کاست یعنی بهتر شده. پس ذخیره‌اش میکنم. میگم نیو سول بشه استودنت آی. چون هم جنس هم پوزیشن شده داخل پوزیشن کاستش هم داخل. البته برعکس نیو سول رو باید بریزیم داخل این آپدیتش کنیم. قبوله؟ به انتظار سه دانش آموز باید دانش آموز. خب بریم سراغ فاز لرنینگ. این همون میتونم کپی پیست هم کنم ولی می‌نویسم برای تاکید. یه فرم میذاریم میگه من دانش آموز اول تا آخر بیا تو. خب ببین شما توی فاز لرنینگ یه فرم میذاریم میگیم برای هر دانش آموز مانند آی امریتیز انجام. خب اول باید چیکار کنیم؟ یه جی تعیین کنیم. بعد یه ایف بزنیم اگر جی آی بهتر از جی یا جی بهتر از آی بریم موقعیت آپدیت کنیم. بعد که آپدیت کردیم باندد کنیم و ارزیابی کنیم اگه بهتره ذخیره کنیم. مثلا خیلی خوب. پس select
J from student از جمعیت دانش آموزا این نفر رو انتخاب کنیم. انتخاب J از رندوم یعنی به صورت چی؟ تصادفی انتخاب. خب بعد چی کار میکنیم؟ بعد determine new position موقعیت جدید رو به دست میاریم. بعد که موقعیت به دست آوردیم bounded new position درسته؟ بعد که باندد کردیم بعد چیکار میکنیم؟ ارزیابیش میکنیم موقعیت جدید. پس evaluation رو انجام میدیم. بعد evaluation compare میکنیم درسته؟ compare میکنیم old position با new position. به انتها رسیدیم تکرار. خب جی رو چجوری تعیین میتونیم کنیم؟ اینطوری فرض کن شما ما اعضای جمعیتمون 10 تا باشه. مثال کوچیک میدم، مثال بزرگ تعمیمش میگم random permutation. ببین هر دفعه که من این تابع رو اجرا میکنم یه جایگاه از عدد 1 تا 10 میده. خب حالا مثلا فرض کن جیمون شده یه عدد بین 1 تا 10 به من بگیم 5. آی فرض کنیم 5. خب اولا چون میخوام آی مخالف جی باشه پس آی رو از مجموعه جی باید حذف کنم. چجوری؟ میگم برو تو جی جایی که جی برابر با آیه اونو حذف کن. ببین 5 از اول چون بود 5 حذف شد. هر جای دیگه هم بود حذف شد. حالا میگم جی بشه جی المان اولش. مطمئنم که تصادفی انتخاب شده. مطمئنم که با جی با آی برابر نیستش. چرا با آی نباید برابر باشه؟ چون اگه برابر باشه اختلاف اینا میشه 0. تی اف در 0 ضرب بشه میشه 0. ایکس آیا رو تغییر میکنه. برای این باید مخالف باشه. خب پس میگم جی مساویه با random permutation اعضای جمعیت n پاپتاست. میگم عدد 1 تا 50 رو بیس برم. میگم برو تو جی جایی که جی برابر با آیه اونو حذف کن از مجموعه جی و جی بشه جی المان اول. تصادفیه هیچ وقت هم با برابر نیست. خب حالا موقعیتی که میخوایم آپدیت کنیم شرط چک میکنیم. ببینیم که آی از جی بهتره بوده. گفتیم اگر شایستگی دانش آموز آی کمتر باشه یعنی چی؟ یعنی جی بهتر باشه دیگه درسته؟ خب چون مسئله کمینه سازیه پس میگیم اگر استودنت جی دات کاستش کمتر از استودنت آی دات کاست باشه این مفهوم چیه؟ جی better than I. جی بهتر از آی درسته؟ خب else if دیگه if نمیزنم else اینجا کامنت میکنم که I بهتر از جی I better than جی. اوکی این تو بکنم کوچکتر مساوی اینم. خب اگر آی از جی بهتر بود جی از آی بهتر بود چیکار میکنیم؟ آی به جی نزدیک میشد درسته؟ پس نیو سول دات پوزیشن مساوی با استودنت آی دات پوزیشن به علاوه تی اف ضرب در رند ضرب در استودنت جی دات پوزیشن منهای استودنت آی دات پوزیشن درسته؟ اینو من کپی میکنم چون این برم اگه این بهتر باشه همونه فقط جای این دوتا عوض میشه. این میشه استودنت جی این میشه آی درسته؟ خب پس من میتونم تی اف رو این بیرون تعیین کنم قبل از اینکه ایفو چک کنم. بگم تی اف مساوی با رندوم اینتیجر بین 1 و 2. حالا اگه یک بیاد یا شرط برقراره تی افی که به دست من اینجا استفاده میشه اگه برقرار نیست اینجا استفاده میشه. اوکی؟ خیلی خوب. حالا میایم این نیو سولار پوزیشنی که به دست اومد حالا اینو بانددش میکنیم.
میگیم نیوتن در پوزیشن مساوی ماکسیموم بین موقعیت کنونی و ورمی، مینیموم بین موقعیت کنونی و ورم مکس. حالا ایوالویشن میکنیم. نیوسول دات کاست مساوی کاست فانکشن نیوسول پوزیشن. درسته؟ خب مقایسه. if اگر این نیوسول دات کاست این رالی جدید کمتر بودن و بهتر بودن، درسته؟ اگر از استودنت آی دات کاست کمتر بیاد، استودنت آی بشه نیوسول، پوزیشنش داخل پوزیشن استودنت، کاست نیوسول داخل کاست استودنت. به انتها رسیدم. بعدی واسه همه اعضای جمعیت تکرار میشه. خب چون میخوام بهترین رو پیدا کنم میگم برو سراغ استودنت ها، کاستاشون رو بیار بیرون، باهاش یه آرای درست کن. تابع مینیمم رو این آرای اعمال کنی، تابع مینیمم دو تا خروجی داره. کمترین مقدار fx رو میگم بریز دور، اما مینیمم ایندکسش رو بهم بده. درسته؟ میگم اگر استودنتی که کمترین fx رو داره کاستش کمتر بود از بیسول دات کاست، اون وقت بیسول رو آپدیتش کن با استودنت ام آی ام، پوزیشنش داخل پوزیشن بیسول، کاستش هم داخل. آره ببین مثلا اگر مینیموم رو بگم توی آرایی پیدا کن 20 در سی، میگم کمترین مقدار رو بریز داخل A، محلش داخل B. کمترین مقدار میگه 10 اینجا تو خونه چندم قرار گرفته؟ دوم. درسته؟ محلش. اگر بگم مینیموم رو پیدا کن بریز دور، اما محلش رو بریز داخل B. چرا محل به دردم میخوره؟ چون با اندیس میتونم برم سراغ خود خونه. درسته؟ خیلی خوب. اینجا هم گفتیم مینیمم اف ایکس رو بریز دور، مینیمم محلش رو اندیسش رو بهم بده. بعد میگم این استودنتی که کمترین اف ایکس داره، اف ایکس اگه کمتر از بیسول دات کاسته، اون به عنوان بیسول. خب مشکل بیسول چی بود؟ تو هر تکراری بین اینا بهترین پیدا میکنم، داخل بیسول ذخیره میکنم، میرم تکرار بعدی بهترینی پیدا میشه که اینجا ذخیره میخواد بشه، بهترین قبلی از بین میره جایگزین میشه، ریپلیس میشه. پس یه آرای بیس کاست تعریف میکنم که بهترین اف ایکس ها رو اینا رو تو هر دفعه تو این خونه‌های آرای ذخیره میکنم که بتونم نمبر همگرایی رو بکشم. تو هر تکرار میگم بهترین اف ایکس هم چند بود. درسته؟ خب این آرای بیس کاست رو قبل از اینکه تکرار شروع بشه تعریفش میکنیم، منتها همه رو با صفر پر میکنیم، میگیم 0 3 مکس ایتریشن در یک. خب بعد میام پایین میگم بهترین کاست در این ایتریشن هست، به سولی که تو این تکرار پیدا کردم کاست یا افکتش رو ذخیره میکنم. نمایش هم میدم، میگم دیسپلی کن، یا آرای رشته براکت میزنم، میگم بگو ایتریشن چندمی، عدد رو تبدیل به رشته کن، ایتریشن رو در فاصله بهترین کاستی هم که تو این ایتریشن به دست آوردیم، عدد رو تبدیل به رشته کن، این بیس کاست اندیز ایتریشن که پیدا کردی رو نمایش کن. به انتهای تکرار رسیدم، تکرار باید کل تکراری که تموم شد میام بیرون ریزالت، میگم یه فیگر یک ایجاد کن، سمی لوگ واید نمای لوگ رو محور وای ها ترسیم کن، بر اساس این بهترین کاست رو که ذخیره کرده بودیم با رنگ قرمز و لاین ویتس 2 x لیبل محور x ها رو بدم ایتریشن و y لیبل
کپی پیست وای لیبل رو بذار کاست، تایتل بزن چی رو پیدا کردیم؟ اسپیرکس. خب بریم سراغ ریزالت کردیم، دیسپلی کن یه آرای رشته‌ای پوزیشن آف best solution x بهترین جواب هست، عدد رو تبدیل به رشته کن، به سوم دات پوزیشن رو نمایش بده. اینو با کنترل سی کپی میکنم، با کنترل وی پیست میکنم، اینم بهترین راه حل کاستش، اینم میشه کاست آف یا اف ایکس بهترین راه. خب برنامه رو ران میکنم، اگه خطایی نشته باشه اجرا میشه و خب اولا که تو هر ایتریشن اف ایکس رو نمایش میده، اینم ایکس بهترین راه حل همش 5 بودش رو نمایش تا 57 رقم اشار به صفر نزدیک شده، اینم اف ایکسشه که 113 رقم اشار به صفر نزدیک شده. اینم نحوه همگرایی رو داره نشون میده که از تکرار 0 تا 500 هم رفته، رنگش قرمز، خاماتش 2، لیبل محور ایکس ایتریشن، لیبل محور ایگرگا کاست، اینم تایتلش اسم. برای اجرا این فایل اوتو سیو رو من دیلیت کنم، میتونیم همینجا هم روی این راست کلیک کنم، این اجرا با کنترل سی میتونیم متوقف بشه. اینجا هم میتونیم بنویسیم تو کامند با کنترل سی هم میشه این اجرا متوقف. اینم در مورد الگوریتم TLB. اگر سوالی هست بفرمایید بگین TLB رو تمام شد.